بسم الله الرحمن الرحیم. فتبارک الله احسن الخالقین. اوست که با زیباترین شکل خلق نمود انسان را. ثم انکم بعد ذلکم لمیتون. سپس مرگ به سراغتان می آید و شما می میرید. انما تکونوا ان یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید. هرچی می خواهید فرار کنید، بالاخره مرگ به سراغتان خواهد رسید. دیوارها باشد از جنس آهن باشد، یا دیوارهای سنگینی زیره باشد، یا افراد مهم سیاستی برای امنیت در دیوارها و سقفها ضد بمب زندگی می کنند. در این چنین مکان نیز باشید، باز هم موت می آید به سراغتان. جلو آمدن فرشته مرگ را کسی گرفته نمی تواند. نه هیچ دیوار می تواند بگیرد و نه هیچ قدرت و طاقتی. فرشته مرگ از امر پروردگار خود را در هر صورت اجرا می نماید. می آید روح را از جسم جدا می کند، می رود.